نماز عید و قربان 2 رکعت است و نماز عید فطر هم 2 رکعت است. تمام از غیر قصر، یعنی اصل نماز همین است. و البته این روایت صحیح است. چگونه میخونید؟ بسم الله. شما نیت نماز عید را البته به زبان نمیگیرید. نیت کردن به زبان بدعت است. نیت کردن بگذارم این در اسلام وجود ندارد. محل نیت قلب است. محل نیت قلب است. وقتی که شما راه پیمودید، رفتید، یک مکان را یافتید، همه جمع شدید، این همیش نیت است. به صف ایستادید، نیت کردید، همین نیت است، به قلبتون نیت کردید. بعد از این الله اکبر گویان تکبیر احرام میبندید. تکبیر احرام این رکنی نماز است که حتما این رو باید انجام بدید. یعنی الله اکبر گفته دست به صدر خود به بالای ناف میگذارید و بعد از این 7 باری دیگر تکبیر میگید. الله اکبر دست میبردارید. الله اکبر دوم تکبیر دست میبردارید. سوم تکبیر الله اکبر دست میبردارید. الله اکبر چهارم تکبیر. الله اکبر پنجم تکبیر. الله اکبر ششم تکبیر. الله اکبر هفتم تکبیر. و بعد از این دعای افتتاح صلات میخونید بمانند سبحانك اللهم بحمدك یا که وجهت وجه لله فاطر السماوات والارض. و بعد از این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگید و سوره فاتحه میخونید. یا میشود که شما الله اکبر گوید نماز به داخل شوید، تکبیر احرام گفتید و بعد از این دعای استفتاح سبحانك اللهم بگوید و بعد از این 7 تکبیر گوید. هر یک تکبیر به دست میبردارید و بعد از این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه را تلاوت میکنید و بعد از سوره فاتحه یگان سوره دیگر را تلاوت میکنید و بعد از این الله اکبر به رکوع میروید. رفع یدین به رکوع، سمع الله لمن حمیده، الله اکبر به سجده، 2 سجده میکنید و الله اکبر گویان برکعت دوم میخیزید و برکعت دوم وقتی که خستید بعد از الله اکبر گفته خستن 5 تکبیر دیگر میگید. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر گویان 5 تکبیری دیگر میگید و بعد از این بسم الله الرحمن الرحیم میگوید و سوره فاتحه رو تلاوت میکنید و بعد از سوره فاتحه یگان سوره دیگر رو تلاوت میکنید و الله اکبر به رکوع، سمع الله لمن حمیده، سجده، 2 سجده میکنید، به تشهد میشینید، التحیات، صلی علی، بارک الله و بعد از این یک دعای دیگر میکنید و بعد از این السلام علیکم و رحمت الله به طرف راست، السلام علیکم و رحمت الله به طرف چپ. نماز تمام شد. پس نماز عید از نماز 2 رکعت نفل چه فرق دارد؟ تکبیرش زیاد است. وقتی که تکبیر احرام کردید الله اکبر گفته به نماز در اومدید، در رکعت اول 7 بار دیگر تکبیر میگید، با تکبیر احرام 8 بار میشود و در رکعت دوم الله اکبر گفته که خستید با 5 تکبیر دیگر میگید. همین تکبیر زیاد است. بارک الله فیک.